سلام، من الهام هستم. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونیم لیست اساتید داشته باشیم. همونطور که میدونیم برای شروع کار اپلای اولین و مهمترین گامتون اینه که شما یه شیت داشته باشین که در واقع لیست اساتید رو توش در واقع ذکر کنه، تمام جزئیات داخلش باشه و اینکه شما بتونین خیلی راحت مدیریت کنین کار رو. خب بریم برای شروع کار اینکه ببینیم که این شیته به چه صورته. من تک تک این ستون ها رو برای شما براتون توضیح میدم که چجوری اصلا این شیته رو پرش کنید. اولی یونیورسیتیه، اسم اون دانشگاهیه که شما میخواین براش اپلای کنید. لینک اون دانشگاه رو شما قرار میدین. لینک دانشگاه ترجیحاً لینک اون صفحه‌ای باشه که شما اون رشته رو داره، یعنی اون رشته‌ای که شما میخواین براش اپلای کنین. چون اگر لینک خود دانشگاه رو قرار بدین، بعدن که میخواین اپلای کنین تازه بخواین اون صفحه رشته خودتون رو پیدا کنین، خیلی داستانه دیگه. از همون اول بذارینش. ددلاینش رو مشخص میکنین. این خیلی مهمه که قبل از ددلاین شما به اپلیکیشناتون برسین و اپلیکیشن فی رو در واقع مشخص میکنین. اگر تو اون صفحه‌ای که در رابطه با رشتهتون هستش اپلیکیشن فی مشخص نشده، خیلی ساده کافیه که اسم دانشگاهتون رو کپی کنین، توی گوگل برین و در نهایت بنویسین که اپلیکیشن الان فی. اینجا مشخص میکنه که اپلیکیشن فیش چقدر، $50 هستش و اینجا واردش میکنین. این توی تصمیم گیری هاتون خیلی مهمه. ویو yes or no 2 گزینه هستش که به شما مشخص میکنه که آیا این دانشگاه موافقت کرده با درخواست ویو شما یا نه، که من برای این مفصلا آموزش گرفتم و براتون قرار دادم. اگر آموزشش رو ندیدین حتما ببینید که چجوری میتونین شانستون رو برای گرفتن ویو بالا ببرید. خب از اینجا به بعد ریکوایرمنت هایی که باید داشته باشین واسه این رشته هستش. گفته آیلتس 7 و جی آر ای هم ریکوایر، یعنی خیلی مهمه که ریکوایرد، یعنی مهمه که داشته باشین. حالا مثلا اگر شرط معدل داشته باشه اینجا مشخص میکنین. معمولا یه سری دانشگاه هایی که مهم هستن واسه یه سری رشته ها مشخص میکنن. اگر پیتی قبول میکنه و حالا نمره‌ای که قبول میکنه اینجا میتونید وارد. ولی اگر شما مثل من قبلا آزمونتون رو دادین و میخواین حالا لیست اساتیدتون رو پر کنین، فقط اون آزمونی که مال خودتونه رو بریم پیدا کنین، ببینیم که مثلا حالا پیتی ایش چی باشه، مهم نیست دیگه. ولی اگر ندادین و تو اون پروسه هستین و اینکه هنوز نمیدونید چه امتحانی بدین، آره این اوکیه. چون ممکنه که مثلا الان این پی تی ای کمتر باشه تا اون آیلتس. مثلا الان آیلتس 7 میخواد، اگر این دانشگاه مثلا پی تی ای 65 میخواست، خب پی تی ای 65 خیلی راحت تره تا اینکه آیلتس 7 رو بخوایم بگیرین. رفرنس ها همون در واقع ریکامندیشن هایی هستش که اون اساتید به شما میدن. الان میگه 3 تا نیاز داره. خب خیلی بالاست دیگه، تقریبا 3 تا ریکامندیشن نیاز داره. توی آدر اون چیزای مهمی که در واقع ریکوایرمنت هایی که اون دانشگاه میخواد و شما باید داشته باشین رو بنویسین. مثلا من نوشتم که پرسونال استیتمنت همون اسوپیه که آموزشش رو به صورت کاملا مفصل با چت جی پی تی بهتون میدم که اصلا بی نیاز باشین، نخواین پول بدین برین کسای دیگه در واقع براتون بنویسن. اینو کامل براتون توضیح میدم، خیلی رایگان، خیلی ساده، خیلی راحت و کاملا یونیک. و مورد بعدی که واسه این دانشگاه میخواد all official transcript، یعنی گفته که همه ترانسکریپت های شما رو آفیشیال میخواد. بچه‌ها ببینید این مبحث خیلی مهمه ها. اینو قبلش باید از دانشگاه بپرسین. من یه ایمیل آماده برای این قضیه هم توی کانال قرار میدم برای کسایی که میخوان بپرسن. ببینید آفیشیال ترانسکریپت فرقش رو با آن آفیشیال میدونین؟ توی آفیشیال میگه که شما باید، حالا 2 تا روش داره بر اساس اون دانشگاه‌های مختلف، روش‌هاش هم مختلفه. من 2 حالتش رو دیدم که ازم درخواست کردن. یکی این که گفته اون دانشگاهی که هستی مدارک تو رو، اهم از همه ریز نمرات تو و مدارک دانشگاهی تو رو مستقیم برای ما ایمیل کنه. یعنی ایمیلی که من مستقیم برای اون دانشگاه کنم و قبول ندارن.
فقط اون دانشگاه باید برای اون دانشگاه ایمیل کنه. یعنی دانشگاه کارشناسی من باید ایمیل کنه برای دانشگاهی که میخوام براش اپلای کنم. و روش بعدی که روش داستاندارتری هستش اینه که میگه که باید به صورت فیزیکی برامون بفرستی. چند تا سایت و سازمان ارزیاب هم وجود داره که شما باید به صورت فیزیکی اینا رو در واقع مهر و موم شده از طرف خود دانشگاهتون براشون پست کنید که اینم داستانهای خاص خودش رو داره. حالا اگر دوست داشتین میتونم یه ویدیو براتون بذارم که اینم روشش به چه صورت هستش. پارامتر بعدی اعتبار دانشگاه. برای کسایی که اعتبار براشون مهمه این میتونه فاکتور خیلی خوبی باشه. کشور، من خودم به شخص کشور خیلی برام مهم بود، برای همین برای کشوری که دانشگاه ها ازشون پیدا میکردم در واقع می نوشتم که مال چه کشوریه و توی در نهایت اینکه اپلیکیشن براشون پر کنم این خیلی فاکتور مهمی بود برای من. خب رشته رو ذکر میکنی چرا که توی اون مکاتبه با اساتید خیلی مهمه. چند سالشم این که گفتم من اینجا 13 ماه یعنی 13 تا ماهه که این برای گرفتن ارشد این رشته هستش. این خیلی فاکتور مهمیه، حداقل برای من خیلی فاکتور مهمی بود و من اینجا نوشتمش. بورسیه رو صفحه اگر بورسیه خواستاره که همه دانشگاه ها معمولا دارن اونجا میتونیم بذاریم که بعدا اگر خواستیم من این دانشگاه اقدام کنیم صفحش باشه، راحت باشیم، اوکی باشه. خب میریم بخش مهم اساتید، فکولتی پیج. اینجا اون صفحه کلیه که لیست اساتید رو وارد کرده. بذاریم ببینیمش با هم دیگه. اساتید مارکتینگ برای همین رشته هستش. ببینید اینجا ایمیل اون استاده، توضیحات. حالا من که روشون کلیک کنم در واقع تک تک این استادا اطلاعات کامل براشون میاره. ببینید برای توی پروسه اپلای باید تک تک این اساتید رو شما در واقع روشون کلیک کنین، ببینید که کدوم استاد ریسرچ اینترستش به شما میخوره، کدوم استاد هستش که شما میتونین باهاش ارتباط بگیرین، مخصوصا واسه دکترا. چرا که ریسرچ اینترست خیلی مهمه، شما باید ریسرچ اینترست اونو ادامه بدید و به شدت مهمه که ببینید تو اون موضوع علاقه دارید یا ندارید و اصلا شانس پذیرشتون هم بالا میره اگر شما یه بک‌گراندی در رابطه با ریسرچ اون استاد داشته باشیم. خب پس اینجا صفحه کلی رو میذارم که اگر بعداً خواستم ببینم کلیه رو داشته باشم. اینجا اومدم اسم اون استادهایی که در واقع ریسرچ اینترستاش به من میخورده رو وارد کردم. حالا چه اطلاعاتی رو وارد کردم ازش؟ اسم اون استاد رو نوشتم، دیگریشو گفتم، پروفسور، اسیستنت چیه، ریسرچ اینترستش رو گذاشتم که این تو مکاتبه با اساتید خیلی مهمه. اینم براش آموزش گرفتم، اگر ندیدین حتما ببینید، این نکته فوق‌العاده است. اینجا ریسرچ اینترستم الان ببینیم توی همون صفحه مثلا این استاد. ببینین اینجا اومده که گفته که این استاده چه اینترستایی داره، بعد خیلی طولانیه دیگه، شما میگه نگاه گذرابش بکنید ببینید کدوم بخشش مهمتره راجع به اینترستاش گفته، همون رو کپی پیست کنین بذارین، یا اگر دیگه میخواید خیلی کارتون تر و تمیز بشه این کلیه‌اش رو بگیرین به چت جی پی تی بدین، بگین که خلاصه کنه براتون مثلا توی 2 تا پاراگراف. کاری هم نداره، اگر خواستین پرامپتش رو میتونم براتون بذارم. خب یونیو پیج در واقع اون صفحه پروفایلی که توی اون سایت داره، سایت خود دانشگاه هستش. ایمیل استاد رو وارد میکنیم واسه ایمیل نگاری، فوق‌العاده است این که خیلی راحت سریع ما میتونیم این کار انجام بدیم. پرسونال وب پیج یه سری از استادها هستن که یه سایت منحصر به فرد برای خودشون دارن. شما اون لینک رو اگر داره میتونین بذارین، اگر لینکدین داره کناریش میتونین آدرسش رو بذارین و گوگل اسکالر. ببینید بچه‌ها این گوگل اسکالر خیلی مهمه. این من توی مکاتبه با اساتید بهتون گفتم که چقدر مهمه. این استاد نداشته، حالا من این استادی که داشته رو این پایین اسمش رو کپی میکنم. حالا ببینید چجوری میتونیم گوگل اسکالرش رو پیدا کنیم. معمولا تو صفحه خود اساتید گوگل اسکالرشون هست. ببینیم مثلا ببینیم همون صفحه داره گوگل
اسکالر نه ذکر نکرده. اگر مثل این سایت، مثل این دانشگاه ذکر نکرده بود، شما کافیه که مثلا این استادی که داره من مطمئنم و بذاریم براتون کپی کنم، اسمشو کپی میکنیم، میرین توی گوگل سرچ میکنین که گوگل اسکالر، این صفحه براتون میاد. توی این قسمت جستجو اسم استاد رو پیست میکنید، ببینید کاملا اوورده. روی اسم استاد کلیک میکنید. الان 2 تا استاد این شکلی اسمشون، خب این کامله، این مال این استاد است. همونطور که بهتون گفتم بر اساس یر سورت میکنین و حالا این لینک رو کپی میکنین توی شیتتون قرار میدین. کامل مقالاتی که این استاد روشون کار کرده رو کامل داره بهتون میگه. یه راه دیگه ای هم که متوجه میشین اون استاد ریسرچاش با شما یکی مقالاتشه، یه نگاه بهشون بندازین، باعث میشه که شما بفهمین که آیا این استاد رو دوست دارین باهاش کار کنین یا نه. این خیلی مهمه. خب پس آدرس اینم قرار میدین توی شیتتون و میریم توی پروسه در واقع این که ما میخوایم با استاد مکاتبه کنیم. خب تا اینجا ما در واقع اطلاعات رو جمع کردیم. از الان به بعد میخوایم مکاتبه کنیم. پس اصول مکاتبه هم توی اون آموزش حتما ببینیم که شانستون رو به شدت بالا میبره و از چت جی پی تی استفاده میکنه که متن یونیکی بنویسین و شانستون رو به شدت افزایش میده، چون از تک تک این سلول هایی که الان من راجع به استادها بود استفاده میکنه و کاملا یونیکه. خب آدرس های بعدی در رابطه با اینه که ایمیل هیستوریه، یعنی شما باید مشخص کنین که من به این استاد ایمیل زدم، چه جوابی به من داده، جواباتون رو اینجا بنویسین، تاریخشه. ببینید در واقع ببین بالاتر سلولاش رو ببینید، مشخص میکنه ایمیل اول مثلا توی چه تاریخی زده شده، مثلا جولای، تو چه ساعتی، حالا ساعتش هم خیلی مهمه بچه‌ها، اینو حتما توجه کنید. و اینجا اون متن ایمیلی هستش که اون بهم داده رو تحت عنوان کامنت گذاشتم. اگر استاد جواب نداد، ایمیل دوم این ریمایندر بهش میزنید. اینجا مشخصه که در واقع نظمه اینجا مشخصه واسهتون، که مشخصه که شما به این استاده کی ایمیل دادین. حالا مثلا تو فاصله های 3 هفته‌ای 2 هفته‌ای مجددا به اون استاده ریمایندر میزنید. برای متن ریمایندر هم یه آموزش کامل براتون ضبط میکنم، اونم با استفاده از چت جی پی تی، خیلی راحته. البته اونم میتونید کپی پیست کنین همینجوری، ولی حالا یه متن کامل براتون میذارم، یه پرامپت کامل که شما راحت بتونین بر اساس اطلاعات خودتون شخصی سازی کنین. پس این ایمیل هیستوری رو وارد میکنیم، مثلا بار دومه داریم این استاد ریمایندر میزنیم، بار سوم، چهارم، حالا به همین ترتیب میتونین پیش برین تا 8 تا 9 تا 10 تا ریمایندر هم کاملا چیز طبیعی هستش. اصلا چیز مهمی نیست که الان بگی من یه بار زدم حتما باید اون استاد جواب بده. همونطور که گفتم اگر استادایی که در واقع پوزیشن های خوبی باز کرده باشن خیلی در واقع ریکوست دارن از سر تا سر دنیا، برای همین سرشون شلوغه. شما باید حتما ریمایندر بزنید و بهشون یادآوری کنید. حالا اصولش هم پس بهتون یاد میدم. بچه‌ها اگر میخواین که این شیت رو داشته باشین توی کانال تلگرام میتونین اینو دانلودش کنین. همونطور که من الان روی گوگل شیته، چون آنلاینی من دوستش داشتم، ولی حالا خروجی اکسلش رو برای شما میذارم. اوکیه، جفتش اوکیه. حالا در نهایت هر کدومش که خودتون اوکی بودین میتونین باهاش کار کنین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین کانال من سابسکرایب کنین. هر سوالی که داشته باشین کافیه که کامنت کنین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.